اما مبارزه هفتم، فایتر آبی ما محمد امین عرب آمری از تهران. این دیگه تهرانی اصیله ها. بله. محمد امین عرب آمری سن 20 سال، قد 178، از استان تهران، شهر 66 کیلو وزن و ورزش تخصصیش MMA. چرخشایی کرد. سرباز هم از بچه ها، یعنی مرخصی گرفته اومده دعوا کنه، فایت کنه. نگاه از اونجا 4 دست و پا اومد دادم آکتگان. با روحیه است، خیلی با روحیه است. انگار این بازی براشون حیثیتیه. مربیش محمد رضا جوکار، یکی از کارهای خوب کشورمون. این مبارزه خیلی حاشیه داشته توی فضای مجازی، خیلی با هم کل کردن. مسعود بغدادی با حساس ترین مبارزه کل این سازمانی که الان داریم مشاهده میکنین همین مبارزه. فیس آفشون هم خیلی جنجالی بود. اصلا فیس آفش میکنم با یه ضربه 2 نفر آسیب دیده. دوستان یکی از متفاوت‌ترین موزیکایی که تو زندگی من شنیدم برای اینکه یه پاشنه بخواد وارد آکتگان بشه. خیلی حرف من شده باشه نیکو. محمد امین عرب خیلی استایل متفاوت داره و ذهنیتش موقع مبارزه خیلی عجیب غریبه، خیلی دیوونه خوبیه. به نظرم گرندن پوند تخصصشه، بهش اینطوری میاد. حالا من فکر کنم وایساده شاید، بخاطر اینکه اونجا خیلی هی داشت اسپینینگ البو میزد، اسپینینگ بک فیست میزد، وایساده اونجا قبل از اینکه بیاد تو رینگ. حالا بعد ببینید. کامرا دارن چکش میکنن که وارد آکتگان بشه. تشنه فایت این فایتر نگاش کنید. عرب آمری. فرود از بالا بیاد یکی. ماشاءالله محمد امین. داشت رو سر ما هم اگه نپریدی. فقط موضوع لپتاپ خیلی هیجان زدن. خیلی. البته این کار برای فایتر زیاد جالب نیست قبل مبارزه. گالیا وارد میشه و فایتر قرمز داور میگه آقا بیا پایین. دست بیاد بالا به افتخاره مسعود بغدادی از تهران. مسعود بغدادی ملقب به آریو، 23 سال سن، قد 178، از استان تهران. مسعود بلوبلت جوجیتسو برزیلی داره و قهرمان آماتور MMA ایران بوده. عجب مبارزه یا میخوایم ببینیم. من یه کوچولو تباشمت مربی مسعود بغدادی استاد فرشید غلامی، یکی از کارهای کهنه‌کار کشورمون هستن. هیجان ما گزارش کرده الان خود فایترها فکر کنم بیشتره، چون من واقعا دل تو دلم نیست این فایتو ببینم. این فایتر هم بدن متناسبی داره. چه دوقلوهایی داره پاش. خیلی ورزشکار خوبیه. من باهاش نمیشه زمینه من باهاش جوجیتسو کار کردم. خیلی چغره، خیلی. خاصه کامل. یکی دوستمون هنوز بالای آکتگان موندن. خیلی دیوونه است. داور چندین بار داره تاکید میکنه بیا پایین. البته هنوز جدی نگفته. یه بار جدی بهش گفت اومد. بابت کاوه کاویان دیگه. نیاز ایرانی رو داریم اینجا رو برو نگاه میکنیم. بگیره این صحنه رو. بله نگاه کنید. قطعا میگیره. این صحنه رو نگاه کنید. حریف خوابیده کاملا لم داده ریلکس. یه جورایی میخواد بگه خیلی براش مهم نیست. سطح این مسابقه رو بالا نمیبینه با حریفش. من فکر میکنم یه فایت عجیب غریب ببینیم. من واقعا قبل از این مبارزه فکر نمی‌کردم اینقدر این مبارزه اساس بشه. من به فایتر قرمز امتیاز میدم. میگو نظر تو؟ من دوست دارم که نمیدونم فایت رو ببینم. منم آخه نمیدونم واقعا، ولی این خیلی روحیه خوبی اومد داخل. به نظرم خیلی هیجانش بالا. خودشو تخلیه کرد. آخه به ضررش تموم میشه. خب پس ما نشنیده میگیریم. اوکی. انرژی و افتخاره مسعود بغدادی. مسعود بغدادی هم از این بر وارد میشه.
مسعود آریو بغدادی، کوچش فرشید غلامی میاد تو کورنر. یه چپ چپ هم به هم نگاه میکنن. دستم نمیده. دو سه بارم خودشو به کیج میزنه. این بازی خوبیه. من پروانه تو دلمه از داور میگه نزدیک شیم به هم. در طول بازی حواستون به دستورات من باشه. ضربه پشت سر، ستون فقرات، ضربه آرنج 12 به 6 خطاست. نگاه کردم. سوالی دارید؟ مرسی کاوه عزیز. برید سمت. داور بین‌المللی سازمان. ضربان قلبمون داره میزنه برای این مبارزه. ببینید چه اتفاقی میفته. دو تا فایتر چپ چپ دارن به هم نگاه میکنن. فایتر آروم پیروز میشه یا اونی که شلوغه؟ بعد ببینیم. نیکو هیجان تونه صدا تغییر کرد. واقعا. خب چک کردن آخر. داور داره چک میکنه کامل. به نظر مبارزه اگه بره روی زمین ادوانتج با مسعود بغدادیه. ظاهرا یه موردی پیش اومده. معمولا داور این چیز نرمالیه تو همه فایت‌ها چک میکنن. اگر نگاه کنیم مبارزه آخر امیر علی اکبری یادتون میاد که ناخوناش یه ذره بلند بود. بله. مثلا مبارزه رو نگه داشتن قبل از مبارزه. چون چک کامل باید بشه. همیشه چک شدن بهتر از چک نشدن اون مبارزه. نمیدونم چه مشکلی پیش اومده. خب دیگه آماده این برای اینکه شروع بشه مبارزه. جاجز به سبک جان جونز نشسته. فایتر آبی. ترکیبی از تمام فایتراست. واقعا جدی کاملا. یه چیز منحصر به فرده. ببینیم چی میشه. با دستور کاوه مبارزه شروع میشه. دستم نمیدن. مبارزه آغاز شد. همدیگه رو دارن میسنجن. اوج هیجان رو داریم میبینیم در راند اول. یکی از حساس ترین مبارزات این وسپر زیرگیری همون اول اقدام میکنه سرگردن از آن خودش کرده. ببینیم میتونه گیوتین اجرا بکنه یا نه. پا رو جمع کرده گیوتین گرفته. آیا میتونه گیوتین اجرا بکنه یا نه؟ گیوتین خیلی سفته ولی گیوتین رو دو تا اجرا کرده. فایتر پاهاشم قلاب کرده ولی بره داخل زاویه. زیر زاویه نرفته تا اونجایی که من دارم از این زیر نگاه میکنم. بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. اوپن کرد. مسعود بغدادی اومد بیرون. بله میاد بلند خارج شد. میشه. دوباره پا رو میگیره میارتش. یه انکل پیک خوب به یه آب کیک وحشت. دو تا آب کیک میزنه به سر. تراینگل رو جمع جور کرد. میخواد بلندش کنه بکوبتش زمین. میکنه این کارو. میخواد ببره برای آرمبار. داره تراینگل رو با آرمبار تکنیکو سویچ میکنه. عجب مبارزه‌ای داره. مسعود حالا رفت برای آرمبار. این دستو میشکنی یا نه؟ آرمبار تمومه. تپ نداده هنوز. تپ نکرده. هنوز تپ نکرده. دستش ممکنه بشکنه مسعود بغدادی. نباید تپ نمیکنه. میاد تپ رو. نمیکنه. عجب سرسختی این دوباره یه بار دیگه آرمار با پا. آرمار رو گرفت. میشکنه دستش داره رو. محکم فشار میاره. بدنش داره پا رو هم گریپ میکنه. عجب حریف سرسختی. تپ نمیکنه. عجب بازی. اصلا فشار شدیدی رو داره آرنجش تحمل میکنه. این حریف خیلی سرسخته. الان اینجا دیگه آرمبار کار نمیکنه. میاد بیرون. ذره کار سخت. جدا شد. اومد در باترفلای گارد. عرب آمری با خیلی شورت آبی و مسعود بغدادی با شورت قرمز. عرب آمری داخل فولگارد مسعود. داور تاکید میکنه که مربی دستشو به فنس نزنه. مسعود بغدادی فولگاردش تبدیل به اوپن گارد کرد. می‌خواست ببره ترنگل. البته عرب آمری هم کاری نمیکنه توی تاپ پوزیشن. خب خیلی مهمه که اول کلی فشار رو تحمل کرد. رفته بود برای اینکه تموم بکنه من کار. فکر کنم حال دستش خوب نیست. خیلی صاف شد دستش. تاندون آسیب دیده باشه. من حس میکنم اتفاقا پلنش اینه که داره استراحت میکنه. خیلی لایت بزنتش دوباره چون خیلی با هوشمندانه تا الان من دیدمش. من تا حالا فایتشو ندیده بودم اما من واقعا فکر کردم 100% تموم شد اون لحظه که آرمار صاف بود کاملا دست. اصلا عجیب خارج شد. این با سر گردن کنترل میکنه. ضربه‌های ریزی میزنه. انرژیشو اونقدری خالی نمیکنه وحشتناک بخواد خالی کنه. نیمی از راند یک تموم شده. میخواد کیمورا رو اجرا کنه. نه اینجا میره برای کیمورا فکر کنم. گوشه کش خیلی سخت جوجیتسو کردن چون کج نمیذاره موبیلیتی داشته باشی جا به جا بشه هیپت. دقیقاً لگن اون
رنج حرکتی رو نمیتونه فرشید غلامی داخل کارت می‌بینیم. خب مربیش خیلی تاکید داره که تراینگل رو اجرا بکنه. این قشنگ سر و گردن رو فشار میاره، در 1 ثانیه ضربه رو میزنه به صورت و انرژی هم مصرف نمیکنه. تا الان من خوب دارم میبینم این فایتر آبی رو، دوتاشون خوبن. با اینکه واقعا تو اون صحنه اون فشاری که تحمل کرد برام عجیب بود. نیکو ولی به نظر من بخاطر فعالیت کمش به خاطر درد دستشه، خیلی دست صاف بود. خیلی یعنی من فکر کنم غیرتی تپ نداد. ولی آسیبو دیده آخه میدونی صورتش رو من نگاه الانم کردم داغه نیما. صورتش خیلی ریلکس بود. من یادت چیز افتادم تونی فرگوسن بود با داریوش. خب تونی فرگوسن سر اون فایت زانوهاش هم داره. داره ولی صورتش از بین نرفت. ببین میره برای کیمورا، میخواد کیمورا رو اجرا بکنه ولی به قول نیما خیلی سخته. تو اون گوشه اصلا رنج حرکتی نداری. محمد امین خیلی هوشمندانه تونست فایت رو ببره گوشه کیج خودش. کنار مربی خودش. داور رو ببینید چقدر قشنگ فاصله رو نکنی کجا نشسته. خود قپل کم نمیزنه. دقیقاً سمتی هم نشستی که فن قرار اجرا بشه. گریپ دستش ولی خوب نیست. بعد دقیقاً بعد دستشو برعکس روی مچ بگیره. ولی در هر صورت داره امتیاز کنترل رو میگیره. 30 ثانیه به پایان راند 1. یا آرنج به بدن مسعود بغدادی زد محمد امین. این دو تا فایتر به این راحتی ها تسلیم نمیشن. میره برای کیمورا، میره که کیمورا رو اجرا بکنه. دستش رسید. آره میتونه تمام بشه. آره داره بیاره بالا. اگه بتونه کیمورا رو محکم فشار بیاره میتونه تمام کنه. چقدر این بازی فنیه. تمام. بسیار کیمورا راند اول. خیلی 6 ثانیه مونده بود راند تموم شه. مسعود بغدادی ول نکرد دستو. چه خوشحالی عجیب غریبی کرد. خودش رو ناکاوت کرد. میگه من تب نکردم ولی من اون صحنه تب رو دیدم. چقدر مبارزه عجیب غریبی بود دوستان. چقدر مبارزه عجیب غریبی بود و خیلی زیبا برگزار شد. مسعود بغدادی با ساب میشن کیمورا تونست محمد امین عرب رو شکست بده. ثانیه نمیتونستیم صحبت کنیم. واقعا حریفش سرسخت. واقعا عجیب غریب سرسخت بود و کیمورا رو می‌بینی که فقط 5 ثانیه مونده بود تموم شه. فایتر رو باید خارج کنن. کاویان بازی رو از هم جدا کرد. دوستان فقط 5 ثانیه مونده بود. چهرهش رو نگاه کنید. واقعا خوب تحمل کرد. یعنی یه چیز عجیب غریب من تو این فایت دیدم که تحمل بسیار بالایی داشت. دستش واقعا عجیبه برای من که دستش نرمه. به دستش هم داره نگاه میکنه. مسعود آریو بغدادی با سابمیشن کیمورا توی راند 1 کمتر از فکر کنم 20 ثانیه مونده بود. حالا این میره بالا. امیدواریم فایتر آبی دستش طوری نشده باشه. آره واقعا خیلی فشار زیادی رو تحمل کرد. فایت خیلی جالبی بود. در ثانیه آخر کیمورا رو اجرا کرد. زیبا هم اجرا کرد ولی واقعا حریف سرسختی بود. من واقعا ندیده بودم. این دوتا واقعا هم با هم کلکل دارن. کلکل زیادی هم دارن با هم. به هر حال قضیه آلفا بودن دیگه. کی آلفاسی مثلا؟ بله تو فایت به وجود میاد دیگه. در هر صورت محمد علی و جورج فورمن هم خیلی این داستانا رو داشتن بعد با هم رفیق شدن. من دوست دارم هم دیگه دست بدن آخر فایت. مسعود بغدادی دستش به عنوان پیروز بالا میره و خوبم کار کرد. ماشاءالله مسعود آریو بغدادی. استاد فرشی داره به من میگه که آره به من گفتش که راند 1 سابمیشن میکنه و واقعا هم اتفاق افتاد. مسعود ما باشه سلام تماشاگرای عزیز خسته نباشید. اولش هم لذت برده باشی از این نمایش. حرف واقعی، حرف مردای واقعی داخل کیجه، نه فضای مجازی. امیدوارم هر کی که فایتره به حریفش احترام بذاره بدونه که جای حرف فقط وسط کیجه. ارادت دارم به همه. ماشاءالله مسعود. به افتخار مسعود بغدادی انرژی جانانه بذارید. ماشاءالله. ماشاءالله.
صحنه‌های آهسته رو با هم ببینیم. بله، به افتخار مسعود بغدادی بازی انرژی جانانه بذارید.